دین محمد از چین چروک صورتش پیداست که او روزگار بد اقتصادی پشت سر می گذراند. 3 فرزند معیوب دارد، پسر کوچک و 2 دختر جوان و مجردش. فرزند کوچک دین محمد شاگرد چای فروش است. او با زحماتی که می کشد فقط 2 یا 3 قرص نان به خانه می آورد. از یک طرف بیکاری و قیمتی و از یک طرف حالت بد فرزندان وضعیت روحی این خانواده را بیش از هر زمانی صدمه زده است. دوستان عزیز، بیایید در ماه مبارک رمضان به چنین قلب‌های اندوهناک و غمزده شادی ببخشیم.